دانشمند شهر شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌نماید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم هر کجا که هستید سلام و تندرست باشید. من رحلت پیامبر اعظم رو تسلیت میگم خدمت عزیزان. شهادت امام حسن مجتبی و شهادت حضرت رضا علیهم السلام که فردا هستش. امیدوارم که عزاداریاتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه. ما در برنامه امروز مجددا قرار در خصوص افزایش تعرفه پیامک در نظام بانکی که داره توسط اپراتورها اتفاق میفته صحبت کنیم. شاید دوستان بگن یکی دو تا برنامه به این ماجرا پرداختید، ولی خب به هر حال زوایای مختلفی داره افزایش تعرفه پیامک. این که این عدد هر چی که هست عجیب مردم داره پرداخت میشه تو نظام بانکی بر کسی پوشیده نیست و اینکه حالا اپراتورها معتقدن این سرویس بی تو بی هستش و ما داریم میدیم به بانک داره از اون زاویه هزینه هاشو کاهش میده به واسطه اینکه حالا مردم به دیگه مراجعه به شعب نمیکنن، که البته حرف بیراهی هم نیست، یه جاهایی هم حق با اپراتوره، ولی اینکه این تعرفه پیامکه در خود اپراتور و در نظام بانکی قیمت تمام شده سرویس چقدر هست موضوعاتیه که انشالله امروز با خدمت آقای ضروری هستیم، مدیر امور فناوری بانک تجارت. خیر مقدم میگم، خوش آمد، ممنون که قبول زحمت کردید. در مورد این موضوعات خدمتشون هستیم و صحبت خواهیم کرد. من خواهشم این آقای ضروری هم یه احوال پرسی و یه تسلیت هم از همون ابتدای برنامه به خاطر مناسبت ها با بینندگان داشته باشید. من وارد بحث بشم خدمتشون هستیم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم. ضمن تسلیت برای ایام پایانی ماه صفر که ایام اندوهناک و فوت بزرگان دین اسلام هست، تسلیت من دارم بپذیرید. امیدوارم عزاداریاتون قبول باشه و انشالله همیشه سلامت باشید. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، مرسی از اینکه توی برنامه اومدید. یه مقدار سوالات امروز ما سعی میکنیم چالشی ببریم جلو. من همین الانم بگم طبق روال حرفه‌ای برنامه ما از اپراتورهای تلفن همراه آقای درجزی مشخصا از همراه اول و آقای یوسف پور از اپراتور ایرانسل دعوت کردیم توی این برنامه باشن که موضوعات سمت اپراتور رو خودشون دفاع کنن، ولی خب به ناچار خب ما میدونیم چرا نیومدن. حالا سوالات مقدار سخته، چالشی شدن موضوعات و صحبت از قیمت تمام شده خوشایند خیلی همه نیست و به همین علت فکر میکنم جا خالی دادن. حالا من بازم سعی میکنم با توجه به صحبتایی که با هر دو عزیز داشتم رعایت انصاف رو بکنم. حرفایی که زدن به صورت حالا خصوصی هم نبود دیگه، خواستشون این بود که ما به جانب اونا تو برنامه طرح موضوع میکنیم. امروز خدمت آقای ضروری در موردش صحبت میکنیم. من خواهشم اینه برسیم به این ماجرا که اپراتورها، البته من با آقای درجزی صحبت کردم، معتقدن این افزایش 100% تعرفه پیامکی که سال گذشته اگر اشتباه نگم 100% اضافه کرده بودن، امسال مجدد رو اون قبلی دوباره 100% افزایش دادن. از اردیبهشت ماه از دید اپراتور صحبتش اینه که ما هنوز تفاهم و قراردادی با بانک‌ها ننوشتیم، ولی بانک‌ها بدونن که از اردیبهشت ماه با هر عددی که توافق بشه نهایتاً، که البته حالا توافق هم خودش بحثی داره در موردش صحبت می‌کنیم، از اردیبهشت ماه با تعرفه جدید بانک‌ها قراره شارژ بشن. آخرین خبر چیه؟ من چیزی که شنیدم هنوز گویا به نتیجه نرسیدن. تقریبا میشه گفت خب بالاخره بانک‌های مختلف مباحثی رو واقعا روی موضوع دارن، نه به واسطه الزاماً خود بالا رفتن نرخ، بلکه متأثر شدن در واقع مشتریان دریافت این سرویس هست و اینکه بانک‌ها بالاخره توی زیانی از این بابت قرار میگیرن و انتقال این هزینه به مشتری هم نهایتاً به نارضایتی مشتری خواهد انجامید. بیشتر به دنبال این بودن که تفاهمی انجام بشه و تعاملات مختلفی رو بانک مرکزی هم کمک کردن برای این موضوع شکل گرفت که بشه این عدد افزایش رو در واقع یک عدد منطقی تر در نظر گرفت و بانک ها بتونن اون رو مدیریت کنن و نهایتاً هزینه‌ای که سمت مشتری میره به نحوی نباشه که مشتری رو خیلی متأثر بکنه. موارد مختلفی انجام شده، جلسات مختلفی بوده، روند تعامل وجود داره ولی هنوز در واقع توافق حاصل نشده. ظاهرا منتظر هستن که سازمان تنظیم مقررات در واقع نرخ رو اعلام بکنه که بر اساس اون بانک‌ها بتونن به نسبت به عقد قرارداد و ادامه کار در واقع اقدام بکنن. دقیقاً. حالا سازمان تنظیم های ضروری به نظر میرسه مثل رگولاتور بانکی ما که توی تراکنش‌های بانکی چون ذی‌نفعه
این وصله بهش میخوره که آقا اون جاهایی که به نفعشه سکوت کنه و اون جاهایی که به نفعش نیست وارد میدان بشه. اینجا اپراتور رگولاتور مخابراتی تو درآمد اپراتورها اگر اشتباه نگم به یه جاهایی 20، یه جاهایی هم 40% درآمد اپراتورها رو برمی‌داره. به قاعده اگه افزایش درآمد اینجا اتفاق بیفته خب به نفع رگولاتور مخابراتی هم هست و به نفع دولت هم هست. خود اینم تعارض منافع دیگه. و یه بندی هم من شنیدم تو این ماجرا که اپراتور هم داره به واسطه اون افزایش تعرفه رو انجام میده، چون میدونی تعرفه‌های مخابراتی باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسه و شورای عالی پول اعتبار. تو تعرفه‌های پایه که این اتفاق افتاده، مکالمه و پیامک قبلا عددش مشخص شده، یه بندی گویا وجود داره توی کمیسیون تنظیم مقررات، اونجایی که سرویس تجاری میشود و بی تو بی میشه، عملا اپراتور سرویس رو دیگه به مردم عادی نمیفروشه، میده به شرکت ها. اینجا الان اپراتور معتقده که آقا من سرویسمو دارم در اختیار بانک میذارم، بانک به واسطه این سرویس داره خدمتی رو به مردم میدهد. ولی نکتهش اینه که ته ماجرا درسته این سرویس بین دوتا شرکته، کی داره پولشو میده؟ مردم. یه پیامک بانک محترم میزنه میگه آقای فلانی اگر میخوای پیامک داشته باشی یکو بفرست، انقدرم از حسابت برمیدارم، نمیخوای هیچ اکشنی نزن. حالا البته اینم باز بالعکسش هم هست، یه جایی میگن اگر نمیخوای داشته باشی هیچی نزن، اتوماتیک برمیداره. ولی موضوع واقعا سرویس بی تو بی از دید شماست؟ واقعیت به نظر من، حالا به عنوان یک نفر که تو سیستم بانک کار میکنه، واقعا خیر. اگر ما کار تجاری با در واقع این پیامک میکردیم، تبلیغات رو انجام میدادیم، خب این شامل در واقع شاید این چنین وضعیتی میشد که داریم سرویسمون رو معرفی میکنیم، خدماتمون رو معرفی میکنیم، جذب مشتری میکنیم. بحثی که وجود داره در واقع ما داریم اطلاع رسانی به مشتری در رابطه با عملکرد حسابش میکنیم. بخشی از این اطلاع رسانی ها جزء اصلا الزامات هست. یعنی شما مثلا ورود به همراه بانک، ورود به اینترنت بانک، باید بالاخره برای مشتری ما یه اطلاع رسانی بکنیم. این اصلا جزء مواردی نیست که مشتری ثبت نام پیامکی کرده باشه یا آبونمانی رو پرداخت کرده باشه. جزء اصلا مثل رمز پویا که حق ندارن بانک‌ها بابتش از مردم. رمز پویا که بالاخره دیگه اصلا جزء الزامات قرار گرفته، تقریبا شبکه پرداختمون بسیار به اون متکی هست و هم زمان در واقع ارسال اون حساسیتش و اینکه بالاخره مشتریان نیاز دارن به اون. به طور عمده میشه گفت که بخش عمده این اطلاع رسانی که برای مشتری انجام میشه شامل رمز پویا و تراکنش‌های بانکی روی مثلا سرشماره مسک شده ارسال میشه که اساساً روی اون ما هیچ نوع کار تبلیغاتی انجام نمیدیم و هیچ اجازه هم نداریم که پیامک تبلیغاتی بفرستیم. درسته. روی این اساس در واقع بانک اصلا از این ناحیه هیچ نوع درآمد یا منفعتی رو در واقع نمیبره، بلکه به عنوان یک وظیفه و خدمت به مشتریان که عامه مردم هستن در واقع این کار رو انجام میده. حالا همینجا میونه صحبت رو من ورود کنم. به این اپراتور یه جایی دایی درجزی مشخصا باهاش صحبت میگم، گفت افتاده کاری که بانک‌ها دارن میکنن الان تو این چانه زنی و بابت تعرفه پیامک سمت ما، کل پکیج پیامکیشون رو مدعی هستن که در کل چند دسته است دیگه. به قول شما یه بخش از پیامکات تبلیغاتیه که حالا فرمودید قبل از برنامه رو مسکتون تبلیغاتی ها نمیره، جداگونه میره. یه بخش بزرگیش هم که اطلاع رسانی و وظایف حاکمیتی شماست که باید انجام بدید. الان این نسبت تبلیغاتی با اون قصه‌ای که حالا حاکمیتی هست و توی مسک میره نسبتش چقدره؟ چون بانک ملت حالا آقای لطفی آذرم قرار رو خط بیاد از خودشون میپرسیم. اکثر بانک‌ها طبق دیتایی که دارن میگن آقا ما بالانس هزینه درآمدمون، هزینه و درآمد که نه دیگه، هزینه‌ای که دریافت میکنیم و هزینه‌ای که پرداختنی میره سمت اپراتور، آنچه که از مردم میگیریم یه چیز بزرگی هم به همون اندازه سمت مردم که گرفتیم میذاریم روش و به همون اندازه میدیم به اپراتور و عملا ما تو سود نیستیم. اپراتور دقیقاً میگه، دقیقاً بانک‌ها دارن برعکس میگن، همچی خبری نیست. سرجمع کل پیامک‌ها و بسته‌هایی که دارن به مردم میفروشن و بالانس که بکنی کنار هم جمع بگیری، بانک‌ها تازه از این ناحیه دارن یه پولی هم اضافه برمی‌دارن میذارن تو جیبشون. شما نظرتون چیه؟ و بانک تجارت هم مشخصاً بگید وضعیتش رو. واقعیت آنچه که نقل فرمودید در رابطه با بالانس نبودن این کاملا درسته. هزینه های این موضوع بسیار بیشتر از
درآمدها برای بانک هست، ضمن اینکه بابت بخشی از اونها اساسا درآمدی وجود نداره. درسته. رمز پویا اشاره شد یا مواردی مثل حالا واریز و برداشت اطلاع رسانی. بله موارد این چیه، یه سری الزامات هست که بالاخره باید در واقع این پیامک‌ها ارسال بشه. روی این اساس یه مقداری شاید در نگاه ساده به موضوع این باشه که بانک‌ها منتفع هستن و این تازه هزینه مستقیم موضوع هست. یعنی شما پیامکی که ارسال میکنید، هزینه‌ای که بابت اپراتور پرداخت میکنید و درآمدی که از محل آبونمان در واقع جذب شده. ولی بسترسازی، سخت افزار، تجهیزات، نرم افزار، کلی تیم پشتیبان و شبانه روزی، همون چیزیه که اپراتور هم میگه ما هم داریم اینا رو ها، ما هم رو هوا پیامک رو نمیزنیم. آره ولی اون تو قیمت تمام شده شاید اونها رو محاسبه کرده. مثلا رو قیمتی که اونها بحث میکنم ورود نمیکنم که چه عددی، ولی آنچه که ما در واقع داریم توی مباحثمون میاریم عملا هزینه مستقیم قابل مشاهده است که بابت خود پیامکه پرداخت میکنیم. شما بابت غیر از اپراتور که چون میدونم طبق مجوز بانک مرکزی قیمت تمام شده اپراتور هر چی که هست بانک‌ها میتونن بابت هر پیامک 30 تومان اضافه تر هم از مشتری بگیرن. این بحث داریم الان. بله این بحث مطرح شده، ما هم در واقع به سمت اون داریم پیش میریم که در واقع بریم به اون سمت بتوانیم در واقع بسته اعتباری به مشتری داده بشه و بر اساس تقاضاش شاید در واقع بخواد طبقه بندی کنه، برخی از مبالغ رو اصلا پیامکش رو دریافت نکنه، بتونه مدیریت کنه هزینه رو سمت خودش. به هر حال بانک مرکزی آنچه که اعلام کرده هزینه در واقع هر پارت که پرداخت خواهد شد به اپراتور به اضافه 30 تومان برای کل یک پیامک هست. حالا یه پیامک میتونه 2 پارت باشه، 3 پارت باشه، ولی عملا در نهایت اینها هزینه رو برای مشتری و سرویس گیرنده افزایش خواهد داد. دقیقاً. خیلی تلاش شد که با اپراتورها در واقع به یک توافقی برسن. پیشنهادات مختلفی بود، حالا اینا شاید خیلی رسمی هم نبوده. درست. ولی مثلا در این حد بود که بانک ها فرضاً 80% اون درآمد رو پرداخت کنن، حالا شاید بیشتر یا کمتر، به اپراتور و اپراتور تمام پیامک ها رو با اون بفرسته. عملا اینجا یک شاید بخشایی رو اپراتورها ندیده بودن. مثلا ما پیامک رمز پویا رو ارسال میکنیم، شاید اصلا آبونمانی از اون مشتری دریافت نکردیم، ولی اونها در واقع در شماره هایی که پیامک میره اینها رو به عنوان درآمد برای بانک محاسبه میکردن و عملا به اختلافات بعدی در واقع میرسید. آره منم شنیدم که آقا کل درآمدی که بانک ها میگیرند و اپراتور بگیره، از اون درآمد 20% چو برگردونه به بانک، 80% هم مال خودشه. اگه تو سودن همین حرفی داره میگه که اون اتفاق عملا سمت رگولاتور اپراتور حداقل مشخصا عملا میرفتن به این سمت. خب اعتبار سنجی موضوع این بود که آقا من برای هر شماره‌ای که پیامک فرستادم، حتی یک پیامک در طول یک سال، یه بسته شارژ مبداش رو برای این میگذاشت که بانک آبونمان اون رو دریافت کرده، در حالی که اصلا این چنین نیست. یعنی بانک اصلا آبونمانی رو شاید بابت اون دریافت نکرده، چون جزء الزامات هست که دقیقاً در واقع بیاد اون پیامک رو ارسال بکنه برای مشخصا مشتری. تو بانک تجارت الان وضعیت بالانس هزینه درآمدتون چجوریه؟ ما سال قبل هم به شدت در زیان بودیم. با قیمت‌های جدید و برآوردی که در واقع داریم میکنیم، فکر میکنم تقریبا 50% هزینه رو بتونیم از محل درآمد داشته باشیم یعنی و به شدت در واقع در زیان خواهیم بود. چیزی هم که میدونیم در بانک‌های مختلف به همین نحو است. درست. حتی من نمونه ای رو از بانک‌های دیگر که بسته اعتباری فروختن و به این شیوه در واقع پیامک برای مشتری دادن، یه عدد بزرگی رو عنوان کردن که در واقع هزینهشون بیشتر از درآمدشون بوده. چرا که همون بحثی رو که داریم، یه سری پیامک ها رو فارغ از این که برای مشتری شما آبونمان گرفته باشید یا نگرفته باشید باید انجام بدید. دقیقاً. یه سری پیامک ها هست برای مباحث امنیتی که از سازمان های حاکمیتی اعلام میشه، باید در واقع برای مشتریان اطلاع رسانی بشه. اونها به هر حال جزو وظایف بانک هاست، انجام میدن، اطلاع رسانی به مشتری میکنن. ولی به هر حال مجموع این به شدت ناتراز هست و نهایتا این هزینه ها خب به جیب سهامدار بانک و نهایتا خود مشتریان بانک، سپرده‌گذاران بانک اینها میره و بهتر است که برای اینکه این اکوسیستم بزرگی که الان شکل گرفته
بتونه در واقع با یه شرایط مناسب که رضایت طرفین رو برآورده بکنه، فکر کنم به یه تعاملی برسن طرفین که واقعا بتونن این رو در یه سطح مناسب و با کیفیت لازم در واقع مشتری ارائه بدن. دقیقاً. حالا این نکته رو من دوباره اشاره بکنم آقای درجتی که میگفتید بانک ها تو سودن. آقا بسم الله، بانک ها میگن آش با جاش مال شما، 20% اون چیزی که دارید رو یا میگیرید رو برگردونید سمت بانک، راضیان. اگر که حالا محاسبات اینی که آقای ضروری هم بهش اشاره کردن اشتباهی تو محاسبات بوده، خب الان مشخصه که اشتباهات وجود داره، ولی به هر حال موضوع این که حالا اپراتورها معتقدن کل پکیج درآمدی رو بانک‌ها میگیرن، همونطور که آقای ضروری هم گفتن این مدلی نیست. اونایی که تو مسک میره که حدودا 95% من فکر کنم بالای 90 تا 95% رو ما در واقع پیامک‌های مربوط به همون رمز پویا و تراکنش ها و حاکمیتیه. چون اپراتورها میگفتن آقا مثلا مشخصا در مورد وکالتی کردن حسابای بانکی یا نمیدونم قرعه کشی، بانک ها اون پیامک ها رو هم میزنن، بعد اون پیامک های تبلیغاتی رو هم که تعدادش هم کم نیست میارن تو اینا قاطی میکنن و اینجوریه که بالانس نیستن. که الان حضرت علی میفرمایید که اون مسکه جداست، تبلیغاتی هم جداست، یعنی پول تبلیغاتی ها رو جدا ما اساسا اجازه نداریم روی سرشمار مسک کار تبلیغاتی بکنیم. بحث اطلاع رسانی هست. به هر حال ما اطلاع رسانی یا در واقع تبلیغ بالاخره خدمات بانک رو از سرشمارهای دیگری انجام میدیم. همه بانک ها همه کاملا جداست. ولی این نسبت شما واقعا بین 90-95% رو بگیرید رو مسک میره و الباقی روی اونور. اوکی. پس اولا این 50% که بانک ها میگن حدوداً تو کل مجموع پیامک ها تو زیانن، عدد درستی نیست. اگه اجازه بدید ما یه آیتم ببینیم و مهمان بعدی برنامه رو که حضوری نیستش روی خط میان آقای لطفی آذر رو تو آیتم بعد خدمتشون باشیم، برمیگردیم با یه آیتم خدمت مهمانان هستیم. شرکت بهپرداخت ملت با هدف پیشبرد و توسعه راهکارهای پرداخت الکترونیک فعالیت خود را با همراهی بانک ملت از سال 1384 به عنوان اولین شرکت پرداخت الکترونیکی کشور با اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی آغاز نموده و به صورت تخصصی خدمات ذیل را ارائه می‌نماید. ارائه خدمات پرداخت از طریق پایانه‌های فروشگاهی، ارائه خدمات پرداخت از طریق شبکه پرداخت اینترنتی، ارائه خدمات پرداخت از طریق برنامه موبایلی سکه، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی بهای سوخت و امروز بر اساس گزارش نشریه معتبر نیلسون ریپورت رتبه 11 در جهان دارا بوده و همواره سعی در ارتقاء رتبه مجموعه خود دارد. بهپرداخت ملت. سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، مرسی که همچنان ما رو دنبال میکنید. خب همونطور که وعده داده بودیم ما خدمت آقای دکتر لطفی آذر معاون محترم بانک ملت تو حوزه فناوری هستیم. در حوزه افزایش تعرفه پیامک‌ها قرار هست با ایشون هم صحبت کنیم. آقای لطفی آذر، من خیر مقدم و سلام عرض میکنم خدمت شما. شما میخواید یه احوالپرسی با مهمان برنامه آقای ضروری و بینندگان داشته باشید، من سوالو بپرسم. بله، عرض سلام و ارادت دارم خدمت بینندگان عزیز و همینطور مهمان عزیز برنامه. خدا قوت میگم به جناب عالی و همکارای خوبتون و خیلی ممنون که به یک مبحث هزینه‌ای پرداختید و ما واقعا در آیتی بانک خلاصه خیلی ممنونیم از این که بالاخره فرصتی برای بررسی این موضوع داده شد. خواهش میکنم، ما انجام وظیفه میکنیم قربان. البته که این انجام وظیفه‌ای که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم یادتون باشه ایام عید امسال بود، عید دیدنی خدمت شما رسیدیم. تو یکی از موضوعاتی که خودتون هم اشاره کردید گفتید آقا یه برنامه برید تو همین حوزه، مشخصا که هنوزم این عدو سبب خیر نشده بود که تعرفه‌ش رو بالا ببره بانک‌ها به فکر راه حل جایگزین باشن. اونجا هم شما فرمودید چرا بانک‌ها نمیان در مورد این ماجرای رمز پویا مشخصا یه اپلیکیشن واحد نمیاد بالا که اولا از این انحصاری که سمت شبکه اپراتور هست موضوع خارج بشه و هم منجر به کاهش هزینه ها و از اون طرف کیفیت بشه. من فکر میکنم کل موضوع رو در جریانش هستید که در مورد چی قرار هست صحبت بکنیم. ما خدمت شما بفرمایید این موضوع ضرورتاش چیه، مشکلاتش کجاست، خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما به هر حال موضوع اطلاع رسانی از طریق ابزار موبایل یکی از در واقع نیازهای امروز جامعه و مشتریان بانک ها هست و ما هم به تبع اون
قطعا انتظار نمیره که بانک ها برن تو این حوزه ورود کنن. در حال اپراتورهای خوبی تو کشور هست که بایستی این قابلیت ها رو بتونیم استفاده کنیم. واقعیت اینه که آقای افتاده عزیز، ارسال پیامک یکی از راهکارهای اطلاع رسانی به مشتری هست، ولی خب به طور معمول چون بحث تکنولوژی و دسترس پذیری به ابزارهای نوین در آحاد جامعه جزو نگرانی هایی هست که همیشه بانک ها دارن، خب طبیعتا میریم سراغ ابزاری که در دسترس همه باشه و از اون استفاده کنیم. ولی باید بپذیریم که ظرفیت اپراتورها هم برای کسب کارها و بانک‌ها و توسعه استفاده از سرویس اطلاع رسانی فقط از طریق موبایل و SMS یه مقدار خب انتظار اون زیرساخت‌ها و بحران‌هایی که در برخی از مواقع باشون روبرو میشیم خب قابل کتمان نیست، چون تمام کسب و کارهای کشور دارن میرن سراغ ابزار SMS و طبیعتا این ظرفیت پاسخگو است. اپراتور هم ما باید خودمون رو بذاریم جاشون، اونا هم برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد ظرفیت برای این حجم تقاضا باید سرمایه‌گذاری گسترده‌ای بکنن که بتونن این حجم تقاضا که گاهن تقاضای در واقع مضاعفی هم هست خارج از ظرفیت اپراتورها بایستی برن هزینه کنن. من از قضا برمیگردم به این که زیرساخت‌ها فرض کنید در بانک‌ها اگر کور بانکینگ شکل نمی‌گرفت، خب خیلی از ظرفیت‌ها امروز نمیتونستیم در موردش صحبت کنیم. متقابلا اپراتورها در دنیا ظرفیت‌های خوبی رو دارن، مثلا این ظرفیت که از مشتری دارنده سیم کارت سوال میکنه که آیا هزینه این SMS رو علاقمند هستی که از هزینه شارژ موبایلت کم بشه یا نه. خب ما تو این سالها هرگز با اپراتورها سر این سرویس به توافق نرسیدیم. من اساساً اعتقاد دارم که هزینه‌ای که اپراتورها دارن دریافت میکنن به نسبت هزینه‌ای که بایستی بکنن برای اینکه این ظرفیت و نیازمندی رو جواب بده، خب ما محاسبه‌ای در موردش نداریم. بنابراین نمیتونیم قضاوتمون صرفاً این باشه که اپراتورها پول زیادی رو از بانک‌ها دریافت میکنن. ولی اگر این رو محول کنیم به سمت مشتری و مشتری بدونه که این ریکوستی که میده به بانک و میگه برای من ارسال SMS کن، خودش هزینه‌شو باید بده بدون این که نمیدونم ماهانه یا سالانه یا آبونمانی رو به بانک بده. اونجا خود مشتری در واقع تنظیمگری میکنه، خودش بابت اون ارسال SMS میدونه که باید هزینه بده و طبیعتا رفتارش رو تنظیم میکنه، تقاضا میکنه بالای مثلا 50,000 تومان رو به من بده، هزینه مانده صبحگاهی و من نمیخوام، اصلا مانده صبحگاهی نمیخوام. ولی الان بانک ها چون یه هزینه آبونمان میگیرن از سمت اپراتورها متهمن بانک ها که پول خوبی رو گرفتید و به ما نمیدید، در صورت که ما بانک ملت خودش زیانده. اصلا این دکتر عددهای بانک ملت هم اگر بگید ممنون میشم. من یه عدد 600 میلیارد تومانی برای سال گذشته شنیدم. ببینید ما الان به طور معمول ما همین الان مثلا 50% پیامک‌هامون از طریق یکی از شرکت‌های داخلیمون شرکت زیرساخت ما میره، 50%شان از طریق 2 از پارتنرهای جانبی هست داره ارسال میشه. به طور معمول در حال حاضر اگر این تعرفه جدید رو ملاک قرار بدیم چیزی نزدیک 500 میلیارد تومان ما هزینه پیش بینی میکنیم که امسال در واقع بابت پیامک ارسال کنیم.
در صورتی که خب این ارسال پیامک واقعیتش اینه که مثلا 250 میلیارد تومنشو شاید از مشتری بگیریم، 150 میلیارد تومنشو خودمون داریم بابت اطلاع رسانی بحث‌های امنیتی، تبلیغی و مسائلی از این دست داریم انجام میدیم. بنابراین ما یه زیان 150 میلیارد تومانی داریم. آقای دکتر الان فرمودید اون 150 میلیارد اضافه بابت پیامک‌های تبلیغی و اطلاع رسانی مثل تولدت مبارک و حسابت وکالتی کن و اینجور چیزاست یا نه؟ که اگر اون باشه خب بالاخره میشه اسمشو بذاریم پیامک تجاری و برندینگی که بانک داره تبلیغ میکنه به واسطه اون مشتریشو جذب کنه. خب اونجا قاعدتاً عددشو باید خود بانک بده دیگه، چرا حد از مردم بگیره؟ من خدمت شما عرض کنم، ببینید اولا اینکه مشتری ها از ما راضی نیستن، همونایی هم که آبونمانو میدن و در واقع سرویس میگیرن. تازه شما جز بانکایی هستید که 2 تا بسته میگیرید، زیر 30,000 تومان یه بسته میگیرید، بالای 30,000 تومان یه بسته دیگه میگیرید، با این وجود بازم تو زیانید و میگید حالا مشتری هم با این. ببینید ما اگر به تعداد پیامک‌هایی که برای مشتری میره هزینه‌اش رو قانونی از هر مشتری کم بشه، منطقاً اون مشتری که پیامک بیشتری رو در واقع تو عملیات کسب و کاریش داره از درآمد و پول فردی که اصلا به اون تعداد پیامک نداره داره پرداخت میکنه. آره یه ناعدالتی اینجا وجود داره. بله یه بی‌عدالتی وجود داره که مثبت بودن این موضوع و زیانده بودن موضوع محلی از اعراب نداره، چون اساساً واقعیت اینه که باید مشتری که پیامک بیشتری براش میره هزینه بیشتری رو بده. پس آقای دکتر اگر بخوایم خلاصه کنیم، حضرت عالی معتقدید اپراتور وارد ماجرا بشه، بانک‌ها به جایی که بسته سالیانه 6 ماهه یا حالا ماهانه هر چیزی که هست، به جایی که اونا اینجوری شارژ کنن، اپراتور بیاد پرتراکنش بابت هر پیامک یه عدد مستقیم از خود مشتری بگیره. که البته حالا آقای درجزی هم اینجا من بگم باشون صحبت کردم، توی برنامه سال قبلم با خدمت ایشون آقای قنبری بودیم، اونجا گفت ما این کارو حاضرین بکنیم. اپراتورها پول قلمبه دوست دارن که خلاصه سر ما یه عدد درشتی بره به حسابشون، به جای اینکه پولی که قبلا از مشتری گرفتن بابت شارژ حالا از اعتبارشون کم بشه. اینا دیگه نگاه آخه یه نکته های دکتر بگم، اپراتور هم دقیقا همین ادعا رو داره، میگه آقا بانک یه پول قلمبه سالیانه 6 ماهه یه جا از مشتری ها ور میداره، خورد به من اپراتور داره میده. از اول سال 1403 به ما بگه دیگه ما بر نمیداریم، اصلا مشتری هم دیگه به ما پول نمیده. آره اون تو وضعیت جدید اگه توافق بشه، ارسال اسمسی که داره انجام میشه از بانک ملت هزینه‌اش رو بابت عمل کرد از شارژت کم میکنم اگه مشتری گفت بله دیگه نمیاد بانک اعتراض کنه که چرا اسمس به من نمیدی. هر اسمس یه 10 تا اسمس بره ببینه هزینه‌اش شد 500 تومان، خودش رفتارش رو تنظیم میکنه. آره یادتون باشه یه جایی زمانی ماندگیری مجانی بود سمت نظام بانکی، هر روزی 20 بار مردم ماندگیری میکردن ببینن پولی اومده از آسمون تو حسابشون یا نه. من هنوزم اعتقادم اینه که این هزینه ما چون بررسی نداشتیم، بله. این درست نیست که بگیم اپراتورها پول زیادی از بانک ها میگیرن. مدل دریافت پولشون ما رو آزار میده، چون ما خود مشتری اگر هزینه‌اش رو بده بله. اتوماتیکوار رفتار مشتری تنظیم میشه، همه بازیگران قانونی میپذیرن، مشتری هم میگه آقا 50 تومن پول اسمس همه دیگه باید بدم. درست میگن. اپراتورم به ما جلسه داشتیم، بله. سازمان تنظیم مقررات میگه اونجایی که میری از B2B بگیری
اونجا دستو باز میذارم، پول بیشتری میتونی بگیری. درسته. ولی در مورد مشتری شما باید همون 10 تومن رو بگیری، نمیدونم 11 تومن رو بگیری. الان شما در مورد بسته های پیامکی بانک ها نظرتون چیه مشخصا؟ سرویس بی تو بیه یا بی تو سیه؟ الان بی تو بیه، یعنی پس ما میریم با اپراتور بی تو بی میبندیم. خب در صورتی که اپراتور وقتی من بهشون گفتم که آقا شما برو از مشتری بگیر، میگه آقای لطفی طبق قانون من باید برم از مشتری 11 تومن بگیرم. بله. خب حالا یه نکته داره آقای لطفی آذر، من اینجا یه ذره با شما چالش کنم، جلسه هم داریم خلاصه بشه. ببینید حضرت علی میفرمایید که سرویس بی تو بیه، یه بندی هم اونجا وجود داره میگه توافق. ببینید توافق باید بکنه اپراتور با شرکت مقابل. الان انحصار در اختیار اپراتوره، سال گذشته 100% اضافه کرده، الان هم میخواد 100% اضافه کنه. بانک هم حالا چه ملت باشه چه بقیه 29 تا بانک دیگه، کاری که میکنه از جیب خودش که نمیده، یه پیامک به من مشتری میزنه میگه آقا از حساب کسب میکنم بابت این پیامک. حالا نکته این که میگید پیامک گران است یا گران نیست، من همینجا میخواستم بعد از صحبت شما اینو ببرم جلو. حالا حضرت علی میگید چون محاسبه این فرمولشو ندارید، یه فرمول ساده من میگم، حالا بینندگان عزیزم در موردش قضاوت کنن، شما هم نظرتون رو بگید. حالا آقای ضروری هم تو استودیو هستن. ببینید ما تعرفه مکالمات تلفن همراه به صورت ثانیه‌ای در شبکه ارتباطات کشور داره محاسبه میشه و تعرفه‌اش هم با یه فرمولی توسط سازمان تنظیم مقررات کمیسیون ارتباطات مشخص شده و اون تعرفه‌ای که حالا البته که از سال 95 به این طرف هم افزایش پیدا نکرده، اینم بگیم، ولی همون تعرفه‌ای که سال 95 محاسبه شده بود، استهلاک، نیروی انسانی، توسعه، همه موضوعات شبکه رو توش دیده بود، با یه عدد منطقی سود رسیده بود به عدد 57 خورده‌ای تو مکالمات سیم کارت‌های دائمی همراه اول. تا اینجاش که چیزی رو جا ننداختم غیر از این که اپراتور هزینه‌ای نداره، درست میگم؟ ببینید آقای نه اجازه بدید من اگه تمومش کنم بعد شما بگید. کارشناسی باید بگم دیگه. بله حتما. رسانه ما باید کارشناسی صحبت کنیم. دقیقاً. ببینید ما متری بابت هزینه‌های همراه اول نداریم. الان من میخوام دقیقاً شاغول ماجرا رو بگم کجاست دیگه. داشتم اینو میگفتم. یه نکته آقای افتاده جانم. مدل دریافت وجه اپراتور از بانک ها درست نیست. حالا اونو بذارید من اگه اجازه بدید رو قیمت تمام شده پیامک رو ببندیم با هم. ما همین جوری که بانک مرکزی کار رگولاتوری رو انجام میده، بله، سازمان تنظیم مقررات چون 50 تومن رو تایید نکرده، خب بله، میگیم اپراتور داره گرون میگیره. منم با شما هم عقیدم. آخه من اینجا میدونید گیرم کجاست های لطفی آذر؟ من میگم رگولاتور هر عددی رو به اپراتور اعلام کنه از بانک بگیر، من مخلصشم هستم، چون رگولاتور تا الان ورود نکرده این دعوا جدیت پیدا. خب حالا من نکتم میدونید کجاست های لطفی آذر؟ از قضا از جناب عالی خواهش میکنم تو برنامه بعدی وزارت ارتباطات بیاد. چرا سازمان تنظیم مقررات فرض نمیکنه به اپراتور که آقا هزینه پیامک رو از مشتری ذینفع بگیر؟ برای اینکه قربان خودش ذینفع توی درآمد اپراتور 20% رو برمی‌داره، بهتر سکوت کنم، کاری که رگولاتور بانکی ما هم یه جایی میکنه، هممونم میگیم خیلی هم بده. حالا به هر حال الان این دعوا تا زمانی که رگولاتور تنظیمگری نکنه، بله، بیس رو و استاندارد رو نذاره، اون وقت هر کسی از منظر خودش میگه. قبول دارم. حالا ما اجازه بدید یه منظر اون داشتم، شاغوله رو ببخشید میونه صحبتتونم میام. ببینید من قیمت تمام شده سرویس رو داشتم محاسبه میکردم. حالا بعضیا میتونن بگن اشتباهه، بعضیا میتونن بگن خیر، ولی سال 85 آقایون تو اپراتورها یادشون هست، من یاد اون موقع روزنامه فناوران اطلاعات دبیر سرویس ارتباطات بودم، یه گزارش رفتیم تیترش هم این بود پیامک گران است. اگه به یاد داشته باشید اون موقع پیامک 14 تومن، فارسی لاتینش هر دو یه قیمت بود. بعدن که ما نوشتیم پیامک گران است با یه فرمول خیلی ساده همونو داشتم میگفتم. ببینید ما وقتی میگیم تعرفه 1 دقیقه مکالمه در شبکه اپراتور میشود 57 تومن، ما سرراست میکنیم 60 تومن. من و شما که الان داریم روی خط موبایلم با هم صحبت میکنیم بابت اشغال شبکه در هر ثانیه پول پرداخت میکنیم.
یعنی من اگر 60 دقیقه 60 ثانیه صحبت کنم باید 60 تومن پول پرداخت کنم. حالا برمیگردم رو پیامک چه اتفاقی میفته؟ پیامک رو شبکه سیگنالینگ اپراتور داره جابجا میشه و اسمش هم سرویس ارزش افزوده است. اپراتور هزینه بزرگی برای ایجاد شبکه تو کل کشور کرده، ولی شبکه رو ایجاد کرده که سرویس پایه بده که سرویس پایه وایسه و دیتا که اخیراً اضافه شده. پیامک سرویس ارزش افزوده است. نمیتونه بگیم که یه شبکه جداگانه بابت پیامک ایجاد کرده و یه هزینه سربار شده. پس این چیزی که الان توی حوزه فنیش اپراتور داره پیامک میفرسته مجبوره که داشته باشه، اصلا نمیتونه نداشته باشه. پس این تا اینجای کار تو حوزه فنی و هزینه‌های شبکه سازی میاد یه جایی SMSC دیتا سنترهایی که باید ایجاد بکنه به خاطر حجم بالای پیامک، اونم عددش منطقیه. ببینید من 60 ثانیه که صحبت بکنم بعد 60 تومن بابتش بپردازم. پیامک آقای لطفی بازار از زمانی که شما میفرستی تا زمانی که دریافت بشه چقدر زمان میبره؟ بیشتر از 3 ثانیه است؟ زیر بعد 4-5 ثانیه. زیر 4-5 ثانیه است. خدا خیرتون بده. ما میگیم آقا زیر 4-5 ثانیه هم نه، حساب کنید 10 ثانیه. 10 ثانیه من شبکه اپراتور رو اشغال کردم، هر ثانیه گفتیم چقدر؟ 1 تومن که میشود 10 تومن هر پیامک، که الان تعرفه عادی هم برای مردم همینه که تازه اینو من دست بالا گرفتم. چرا تو سرویسی که قیمت تمام شدهش با همین فرمول هر کسی میگه نه آقا بسم الله هر جا خواستم ما میریم کارشناسی بچهای حوزه رگولاتوری رو میتونیم پیدا بکنیم قیمت گذاری کنیم، وقتی توی تعرفه مکالمه 60 تومن در نظر گرفتیم برای 1 دقیقه قطعا همه چیزو توش دیدیم. اینجا هم تو پیامک باید همین اتفاق بیفته. شما به عنوان بانک من خواهشم اینه انحصاری وجود داره که اینجا دیگه خلاصه تیغش هرچی ببره است دیگه. آره دیگه بالاخره ما بانک ها مثلا مشتری های بانک میگن پول ما نزد شماست، شما اصلا همه این سرویس ها رو مجانی باید به ما بدید. احسن. یعنی ببینید این طرح نداره، یعنی وقتی واردش بشیم ما هرچی توضیح بدیم که آقا 60% مشتریای ما ماندهشون زیر یه عدد استانداردیه که بتونه برای بانک آورده‌ای داشته باشه. بله. ببینید بانک های دنیا برای نگهداری مانده ماهانه یه آبونمانی از مشتری دریافت میکنن، میگه همین که حساب شما فعاله شما میتونی ازش سرویس بگیری، بابت این نگهداری حساب یه آبونمانی ازت میگه. ولی وقتی مشتری هم میره وام بگیره آقای دکتر، من مشتری هم تو اون بانک میرم وام بگیرم، بانک با کمال میل اینم من بگم واقعیت اینه که هزینه نگهداری سرویس آقای افتاده بسیار بالا. قبول دارم آقای دکتر. یه نکته من اینجا بگم، حالا ما همیشه تو مثلا میگن آقا تو اروپا رو میگی درآمدش انقدر، تو ایران درآمد اونقدر نیستش که هزینه با اونجا یکی باشه. اینجا هم که بانک رو مثال فرمودید که آقا اونجا یه پولی هم بابت نگهداری حساب میگیرن، بله اونجا وقتی که میری سر وقت بانک میگی آقای بانک من 15 سال حسابم پیش شماست، گردش حسابم هم نزد شماست، همش هم داری، مشتری خوبت هم هستم، اسم نمیارم اون بانک جذاب برای شما، خودت هم میدونید من کی رو میگم. وقتی که من میام میگم وام بده، طرف خیلی راحت بدون که من اذیت کنه وام میده. با سود چقدر قربان؟ با سود 2% 3%. حالا این که اقتصاد ما دستوری است، اینجا رو بگیم بحث کنیم و حالا بحثم تمام بشه با همین موضوع. ما اونجایی که اقتصاد دستوری میکنیم به بانک میگیم وام قرض الحسنه بده، به بانک میگیم وام فرزندآوری بده، به اپراتور میگیم آقا 10 سال حق نداری تعرفتو ببری بالا. اینجاست که دیگه مشکل اساسی ایجاد میشه. یعنی من به نظرم آره نکته گل مطلب شما همین ماجرای دستوری بودن اقتصاد کشوری که باید یه فکر اساسی باید این بکنیم. که فرصتی به وجود اومد، من خواهشم اینه که همه دستاندرکاران، همه دوستان به یک اکوسیستم فکر کنیم و فکر کنیم که این اکوسیستم بانکداری و اپراتور بایستی کنار هم بله. بتونن توسعه سرویس و خدمات رو برای کشور و مردم انجام بدن. اپراتور هم نیاز داره تجهیزات خودش رو بروزآوری کنه، زیرساخت‌های خودش رو توسعه بده
هزینه‌های وحشتناک سرمایه‌گذاری اگر اتفاق نیفته، اپراتور با 20 تومن و 30 تومن و 50 تومن عملاً هر پولی هم که جمع کنه میره یه گوشه این مملکت هزینه میشه. دقیقا. ما مجموعه مدیران صنعت بانکداری و صنعت مخابرات در کشور اگر به یه توازن همکاری نرسن، توسعه در کشور متوقف میشه. دقیقا. بنابراین ما اگر پولی رو خورد بتونیم از مشتری در حوزه درست سرمایه گذاری کنیم، توسعه زیر ساخت بدیم، به نظر من چرا که نه، باید بکنیم، حتما این کار رو بکنیم. دقیقا. بنابراین من به این فکر میکنم که برخی از جذابیت ها رو با همکاری مشترک میتونیم به وجود بیاریم و هزینه‌اش هم بگیریم. تجربه نگرفتن هزینه ها، باقی نشدن هزینه ها در حوزه PSP ها دیدیم که چه برای سر PSP ها و حوزه پیمنت کرد و بعد از سالیان سال خوشبختانه با درایت بانک مرکزی به هر حال یواش یواش داریم شکل میگیره و از قضا ما نگران بودیم که مشتری ها برنتابن. خب خدا رو شکر داره این فرهنگ سازی ایجاد میشه و خود مغازه‌داران متوجه شدن، پذیرنده‌ام، که این هزینه‌های ناچیز اگر پرداخت میکنه میتونه در جهت بهبود کیفیت عملکردشون هزینه و سرمایه‌گذاری. خیلی ممنونم از فرصت که در اختیار من قرار دادید. مرسی از شما، ممنون که قبول زحمت کردید روی خط اومدید. من اگر فرمایشی نداشته باشید همینجا با شما خداحافظی کنیم. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما. خداحافظ. خب همونطور که به درستی هم آقای لطفی آذر اشاره کردن، بله اقتصاد دستوری همونطور که لابلای صحبت هم رفتیم، وقتی که همه چیزو فنرش رو نگه می‌داریم، اجازه نمیدیم طرفا به عدد درست منطقی. من خودم مخالف دادن سرویس رایگانم تو خیلی از جاهایی که حالا بحث‌های اقتصادی و تجاری میشه، ولی اونجایی که موضوعات میره سمت اینکه درآمد ایجاد بشه برای بانک و اپراتور، من مشتری حاضرم اینو بدم، ولی به جاش باید مطالبه سرویس کنم، بگم آقا حالا که توانمند شدی، از تو توقع دارم اینترنت بهتر بدی، سرویس مکالمه بهتر بدی. از بانکی که درآمدش به واسطه کارمزدی که من پرداخت میکنم قدرت درآمدی و قدرت مالیش بالا میره، دیگه توقع دارم به جای 23% سود بانکی بیاد از من کمتر سود بانکی بگیره و این چرخه درست شکل بگیره. ما اگه اجازه بدید آقای خواهش میکنم، آره اگر نکته‌ای دارید کوتاه بگید، اگه نه ما یه آیتم ببینیم و برمیگردیم باز مجدد خدمت بینندگان. من تو بخش قبل از اینکه جناب لطفی آذرم این موارد رو بفرمان عرض کردم، واقعا باید با اپراتورها به یک تعاملی برسیم و بتوانیم نهایتا هم منافع مشتریان رو در واقع حفظ کرده باشیم، هم بر بخش توسعه سرمایه گذاری ها واحدهای مثل اپراتورها و حتی بانک ها. بالاخره بانک ها هم به شدت نیازمند توسعه زیرساختاشون برای ارائه سرویسی که هر سال تقریبا 30% افزایش تراکنش داره هستن و نیازمند اینه که این زیرساخت‌ها برای ارائه یک سرویس با کیفیت به مشتریان همواره بروز باشه و قابل توسعه باشه. فکر میکنم نیازمند یک تعامل بهتر با دوستان اپراتور خواهیم بود. آره قطعا همینطور خواهد بود. خب پس ما یه آیتم ببینیم و بخش پایانی برنامه که فکر کنم 10 دقیقه بیشتر نمونده رو مجدد خدمت بینندگان هستیم. خدا قوت بگم خدمت بینندگان عزیز، برنامه امروز مهمان روی خط هم داشتیم. حالا سعی می‌کنیم از اینجا استفاده کنیم از این فرصت که میشه به واسطه اون نظرات مختلف رو تو برنامه شنید. به هر حال نظر آقای
لطفی آذرم محترم، ولی من همیشه آی ضروری میگم بانک‌ها، اپراتورها، هر بنگاه اقتصادی در کشور چه خصوصی چه دولتی باید به خاطر خدمتی که میده پول بگیره، اما بر اساس یک منطقی. اینجوری نباشه که بانک‌ها بگن آقا ما که نمیدیم، مردم دارن میدن به ما هم ربطی نداره. اپراتور هم میخواد بگیره نازش شستش، انحصار در اختیارشه، امروز میگه 100%، اگه میگه 500% هم میخوام اضافه کنم، بانک هم بگه نه من مقاومتی نمیکنم. چرا؟ چون به من ربطی نداره، از جیب مردم میره. من اینجام نکته نظر که نظام بانکی، نمیگیم اپراتور سرویس نگیره، قطعا سرویسشو داره میده، پول خدمتشو گیره، ولی روی منطقی باشه. این الان اپراتور، آقای لطفی آذرم به درستی اشاره کردم، منم 15 سال سابقه کار مخابراتی دارم، میدونم وضعیت هزینه ها و کل شبکه سخت افزاری که اونجا داره استفاده میشه همش بالای 99% که نگیم 95%ش همش وارداتیه، یعنی باید بریم از خارج برداریم، همش به دلاره. وضعیت دلار و ریال امروز هم که داریم میبینیم، هزینه ها هم از 10 سال گذشته تا به امروز اصلا قابل قیاس نیست. ماه به ماه هزینه ها داره جابجا میشه. همه اینا رو ما میفهمیم سمت اپراتور، ولی نکته اینه اپراتور باید بره بجنگه تو زمین سیاسی که حالا زمان آقای جهرومی تو وزارت ارتباطات دعواها سیاسی شد بین سهامدار عمده مخابرات و این طرف تو وزارت ارتباطات اجازه افزایش تعرفه ندادن. الان که دیگه تیم یک دسته دیگه، آقای زارپور و ستاد و مجلس و دولت همه یه دستید. منطق درستش اینه که افزایش تعرفه اگر میخوایم بدیم بدهیم، ولی کجا؟ تو تعرفه مکالمات، توی تعرفه اینترنت، که اونجاها من مشتری رو گرونتر شارژ بکنی من مطالبه میکنم، میگم آقا پول بیشتر میدم، کیفیت بهتر میخوام. ولی تو پیامک حالا یه سوراخ پیدا کردیم که آقا سرویس بی تو بیه، تنها جایی هم هست میشه درآمد اضافه کرد، اونم از جیب مردم. من اینجاشو مخالفم. نظر شما چه تایی ضروری؟ خیلی ممنون. به هر حال واقعی شدن تعرف ها نیاز تمام صنایع کشور هست. تو صنعت بانکی خب به طبع این به واسطه اینکه بانک بالاخره یک مؤسسه انتفاعی است، درآمدها و هزینه‌هاش به نحوی باید بالانس بشه، بتونه در واقع پاسخ سهامداران و نهایتاً استحکام مالی خودش رو بده، مهم هست. دقیقاً. آنچه که شاید برای بانک ها مهم باشه این است که من بتوانم سرویس با کیفیت به مشتری بدهم، با نرخ عادلانه و منصفانه که برای مشتری هم صرف بکنه. توی این موضوع خاص بالاخره اپراتورها هزینه های زیادی برای زیرساخت خواهند داشت. در مورد قیمت تمام شدهشون من اظهار نظری نمیتونم بکنم. به هر حال هر نرخی که رگولاتور یا نهایتاً در بخش خودش مشخص بشه، بانک ها به تبعیت خواهند کرد، ولی مستلزم این است که بتوانن منافع مشتری رو هم تأمین کنن. ممکن هست نهایتا مشتری در اینجا به این نتیجه برسه که دیگه از پیامک استفاده نکنه. بانک ها ملزم بشن برن از پلتفرم های دیگری مثل پیام رسان ها برای در واقع مشتریان استفاده کنن که بتونن به هر حال هم اطلاع رسانی رو به مشتری کرده باشن، هم منافع مشتری حفظ شه، با هزینه های پایینتر بتوانن سرویسشون رو بدن. لذا روی این اساس عرض کردم که هر چقدر بتوانیم با اپراتورها تعامل کنیم و یه قیمت واقعی و اینکه طرفین این موضوع زیان نکنن از این مسئله، همه راضی باشن. بله همه راضی باشن. به هر حال روی این موضوع بانک ها فکر کردن، نمیگم خیلی پخته هست یا به نتایج خیلی خاصی رسیده، ولی اینکه نهایتا بتوانن مشتری رو اطلاع رسانیشو از بستری خارج از SMS مثلا انجام بدن. این هم خیلی مورد رضایت نیست. بالاخره ما باید بریم هزینه‌های دیگری رو بکنیم، کاری رو انجام بدیم. با این عددا کمتر خواهد بود، ولی برای مشتری فکر می‌کنم رضایت بیشتری رو ایجاد می‌کنه. بالاخره مباحث امنیتیش هست، مباحث مختلفی رو به تبع خواهد داشت که بتونن بانک‌ها اونها رو در واقع پوشش بدن. تعاملی بین بانک‌های مختلف باید شکل بگیره که به هر حال به اون سمت بانک ها خواهند رفت. به طب با تغییر تکنولوژی، با پیشرفتی که انجام میشه، اون ابزارها هم در کنار پیامک خواهد اومد که مشتری بتواند در واقع انتخاب بکند. درسته. ولی شاید اونجا بتواند بگیم مشتری اگر پیامک رو انتخاب کرد به طب هزینه‌اش رو هم پرداخت بکنه. دقیقاً. حالا یه نکته معلومه گفتید، بانک ها عدو شود سبب خیر که فقط رو بستر انحصاری اپراتور نباشند. تو اپلیکیشن های موبایلیشون که همراه بانک، حالا اسما مختلف هر بانک، همه بانک ها اپلیکیشن موبایلی دارن.
بعضی از بانک‌ها زیاد تبلیغشون رو کردم دیگه اسم نمیگم، تو خود اپلیکیشنشون اومدن رمزساز و رمز پویا رو به جایی که پیامک بشه در لحظه شما میسازید. این به نفع هم بانک هزینه پیامکیش کم میشه، هم به نفع من مشتری، چون داشتیم یه زمانی اختلالات زیاد شد برای ارسال پیامک. من خودم نفری اومده بود که بسته رو بده و پول پیکو میدادم نمیتونستم بدم، در تا دم دعوا هم پیش رفتیم در این حد و این خودش موجب افزایش رضایت سمت مشتری میشه. این که یک اپلیکیشن واحد تو نظام بانکی، حالا اسمش هر چی میخواد باشه، این الان یه دعوایی هم پیام رسانا رو گفتید. من برنامه قبلی هم گفتم بانک ملی یه پیام رسانه به نام بله داره، دوستان گفتن آقا کل بانک‌ها بیان رو بله سوار شن، اونجا با یه کیفیت بهتر و قیمت ارزان، حالا قیمت رو نمیدونم ولی بیان رو بله پیام‌ها رو برسونن. بانک‌ها افتادن به این که بالاخره این منم که این مال توه اون مال منه، این منمه نمیدونم که قراره تمام بشه به نفع مردم، گفتن چون مال ما نیست نرفتیم و نکردند این کارو. در صورتی که میشد از اون ظرفیت هم اون موقع استفاده کرد و هم به نفع بانک بود هم به نفع مردم. هنوزم دیر نشده، میگم عدو داره میشه سبب خیر قیمت برده بالا، بانک‌ها افتادن به فکر که بالاخره اون هزینه‌ای که مدعیان از جیب دارن میدن رو یه جوری مدیریت کنن تو این اوضاع بد اقتصادی اتفاق نیفته. من تا اینجا نکته‌ای ندارم، اگر هست شما بگید، اگه نه من ببرم سمت جمع‌بندی. خواهش می‌کنم، خیلی ممنونم از زحمتی که کشیدید. اینکه به هر حال روی این موضوع بحثی انجام شد، امیدواریم که به روشن شدن زوایای موضوع برای بینندگان انجامیده باشه و مطمئنا نظرات دوستان در صنعت بانکداری و همچنین اپراتورها میتونه به قنای موضوع کمک کنه، نظرات مختلف رو داشته باشیم و واقعا بتونیم حرکت کنیم به سمت اینکه مشتری نهایتاً بتواند سرویس مناسب رو بگیره. هم ما هم اپراتورها هدفمون، مأموریتمون سرویس مناسب به مشتری هست و امیدوارم تو این راه موفق باشیم. ممنونم. مرسی که قبول زحمت کردید، دست شما درد نکنه، لطف کردید استفاده کردیم. خب همونطور که لابلای برنامه هم صحبت شد، چرخه اقتصادی کشور رو به صورت کلان اگر ببینیم، از بانک و اپراتور در بیایم، این چرخه به درستی اگر گردشش اتفاق نیفته قطعا همه رو یه جای دچار آسیب میکنه. الان اپراتورهای ما، شرکت مخابرات ایران ورشکست بشن، همین بانکایی که الان هم دارن کار میکنن زیرساختای ارتباطیشون دچار مسئله میشه. کی داره تامین میکنه؟ همین اپراتور. پس اپراتور باید درآمدش در مسیر درست، من گیرم الان این نیستش که این تعرفه نباید افزایش پیدا کنه، تعرفه باید افزایش پیدا کنه ولی توی جای درست، بره سمت اپراتور تلاش کنه، بره وارد جریانی بشه که تعرفه مکالماتش که این روزا ما داریم میبینیم احتمالاً به خاطر همین بحث عدم توسعه به دلیل نداشتن درآمد به اندازه کافیه، هنوز تو زیان نیستن، سودشون کم شده ولی این سود کم خب جلوی توسعه رو میگیره دیگه، نوسازی رو جلوشو میگیره. به این علت فکر میکنم اپراتورها برن تو زمین افزایش تعرفه مکالمات و عملاً بسای اینترنت، اونجا جواب منطقی تری میگیرن. بانک‌ها افزایش تعرفه تو بعضی از سرویس‌ها مثل حوزه پرداخت تعرفه وجود نداشت، تعرفه گرفتن. آقای لطفی آذر هم گفتن مردم تقریبا دارن میفهمن که سرویسی که دارن میگیرن باید بابتش پول بدن و پولم دارن میدن. من خودم تصورم این بود توی نظام پرداخت کارمزد که اصلاح شد یه دعوای بزرگی شکل بگیره، نیفتاد. خود منم تعجب کردم که خدا رو شکر این فهم عمومی ایجاد شده، ولی تا زمانی که این چرخه درست نشه، هممون به این نرسیم که آقا اگه من بد زندگی کنم نفر بعدی هم بد زندگی میکنه و شرکت بعدی هم دچار مسئله میشه، این جاییه که مشکل اساسی رو ایجاد میکنه. دوستان در دولت و حاکمیت خواهشم اینه برید به سمت این که از دستورات پوپولیستی خارج بشید. به خاطر خوش اومدن یه عده یا نیومدنشون اقتصاد دستوری نیست، اقتصاد علمه دیگه. ما نمیتونیم بر اساس تصوراتمون بیایم تصمیم بگیریم، باید بر اساس تجربیات و علمی که در اختیارمون هست. تو کشورم داریم عالمانی که میتونن کمک بکنن، چه در دولت چه در حاکمیت. بریم تو اون فضا وارد بشیم، به نقطه‌ای برسیم که تش منجر به این میشه که رضایت مردم رو داریم. خب مردم راضی باشن، حاکم هم راضیه دیگه، چرا چه اتفاقی میفته. بریم به اون سمت انشالله که حالا داریم روزنه‌های میبینیم تو دولت آقای رئیسی یه جاهای یه کارهای سختی اتفاق افتاد که ای والله داشتمشون هم گرم، ولی هنوز کار واسه انجام دادن زیاد داریم. بجنبیم، وقت واسه فرصت سوزی واقعا نداریم. آقا دم شما گرم، ممنون از بینندگان عزیز، خیلی لطف کردید، متشکرم. یا الله خدا نگهدار همگی تا هفته آینده.
امیدواریم از دیدن این برنامه لذت برده باشید.